دانستنی عجیب و جالب راجع به ترامپ که باید بدونید. همه ما ترامپ رو به تصمیم‌های عجیب رسانه‌ایش و سبک صحبتش میشناسیم. میدونستید اون اولین رئیس جمهوری بود که قبل از ورود به سیاست هیچ سابقه نظامی و یا دولتی نداشت و قبلش یک چهره تلویزیونی مشهور و مجری برنامه بود که یک جمله بسیار پرطرفدار هم داشت: تو اخراجی. در فیلم‌های مختلفی نقش کوتاه بازی کرده، از جمله در فیلم تنها در خانه که فقط چند ثانیه حضور داشت. جالبه بدونین اون اسمش رو روی صدها ساختمان و پروژه‌ای مثل برج‌ها و هتل‌ها با نام برند ترامپ ثبت کرده. مالک چندین زمین گلف در کشورهای مختلف هستش و به این ورزش علاقه زیادی داره و بارها تو مسابقات دوستانه شرکت کرده. یکی از معروف‌ترین کتاب‌های اون هم کتابی به اسم The Art of the Deal که راجع به تجارت و مذاکره هستش. اگه مطالب این ویدیو رو دوست داشتی خوشحال میشم کانال رو دنبال کنی.